دوستای عزیزم подписаться лайк دیگرو دامو پدیلیت کردن فراموش نکنید تو که همتون بیان فکر نظرشون نفهمیم. خب برادر عزت‌الله برای که نوبت قطعی رفته استیام تو خورده سلام علیکم برادر چی فکر دارید؟ چرا هر اینقدر هر سال عفو میشوه اما زندان خالی نمیشوه؟ این چی زندان کردن است؟ دینم برای دین تا میبرن زندان میکنن، دنیا تا میبرن، ریشمونی میبرن زندان میکنن، نماز خوندی هم میبرن زندان میکنن، نخوندی عرق خوردی هم زندان میکنن. این چی وطن است اصلا؟ چی فکر داری خودت؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و تماشاگران ما را تماشا دارم. میخواستم یک شرح دهم از برای موضوعتون. این اف ما هم میدونیم که مدت 20 سال شد همین افا را هر سال میبینیم. بله. و اکثریتش جوانان اهمیت داده باشه. خب. جوانان سال سن سالشون 30 نرفتن. این یک پستی حکومتی است که جوانا حدوداً 60% جوانا هست. پستی حکومتی است که ما را در کدام حالت جوانا را آورده رسوندگی هم 50%ش اگر مادرم پدر کتی بینواده 50%ش خودی حکومت هم بینواده اینجا در رول بازی میکنه. و چرا حالی هم تو زندانای ما پر است، چرا خالی نمیشود زندانای ما؟ شخصا دیده است که هر سال هر خیر گروه ها کتی بازی کردستیان. گروه اینا اخوان مسلمین برآمد با اینا امسال اخوان مسلمین برآمد اینا با چند نمیدونم 500 600 نفر 700 نفر بردن زندانی کردن. هر سال هر خیل برنامه کتی. این همش این برنامه برای چی است؟ این برنامه از کرسی نرفتن یک خیل چشم مردم ذهن مردم دا خوب شوندن که مردم ترسن که آن خیلی گروه ها برآمد این خیلی گروه. این همش برای کرسی نرفتن است. شاید گیم اکای اصلا همین مردم ما کو همین خیلی کسی مردم ما را تروریست میگه که خود شخصا خودش تروریست. مردم ما مهنتگره باز میگم مردم ما یگانش تروریست نبود و زندانی هم نبود. و امروز میبینیم که افای کدستن اف میگن برآورده سنی قدر 16000 هم خیلی من دیدم تماشا کردم 16000 بود همین قدر. ستافکا هم اف چند سوم است؟ یعنی که برای با اف غلطیدن باید چند پول بدی؟ چی فکر داری؟ ده $6000 $7000 همین قای. لیستی اف داخل شوی. وقتی اف کم میشود ستافکا بالا میشود. هر یک انسان میخواهد داخل شود یعنی ستافکا بالا رفتن میگیره. میخواستم برای همین اکا اصلا گفتم که خودت که شما هم یک به شما سوال کردم که همین چی خیلی میبینید در نظر که 60% همین جوانا هست. اکثریت اینا جوانا هست. ایروز چی باشد همین؟ میگه که ما یک پستی مردمی خیلی میشه که همه جوانا ببینید که اصلا اگر همه جوانا سودی میگیرن اینا دیگه کاری دولتی کردن نمیتونن. همین خلاص این چی برنامه باشد؟ نگاه کنید که اکثریت اینا جوانا هست. اینا سودی میگیرن نمیشد که یگون برنامه دیگه سازن همین داده میشود کو همه کار میشود میشه که پسیولوژی که اومده قطعی اینا گازن نه که خطیده مرده توی زندان برو اینجا با یک تیر چند تا میزنه یک آدم ببین ترا میبره زندان میکنه دوغی سودی میگیری یک در دل ترس میدوزن میزنن در درون عذاب بود میتن دو سیم از همین کار با پول کار میکنن پیش از برآوردن تو در داخل بودن مادرت، پدرت، اکا، دودرت پول میده که توی که ترا با جان تا ساق سلامت در اینجا کسل نشده بروری. آخران سیم بلیت همه خرمت از میره روسیه یه امر کار میکنی تاجیکستان پول روی میکنی و کیف میکنن میگردن تا دیگه دهن تاوی نمیکنی برای که بورا بران محکمه. امروز اکا اصلا من با یک شخصیتی که از طرفدار رحمان بود من امروز یک پیغام روان کردم گفتم که اگر خواهی گفتم اوید همین اف بیا در کانال اکا استانایف امروز صحبت میکنیم. گفتم که همین موضوع مونده با خوبتر شد که نه برآمد اگر من برنامه تون پیگیری کردم میگیرم اگر برآمد قطعی صحبت میکنیم سوال جواب میکنیم. تمام سلامت باش. تشکر عزیز من از صحنه از من از یوتیوب برو تماشا کردم میگیرم شما. تشکر برادری عزیز. و گفتنی هستم که آیا نبرورید ما با شما باشیم شما با ما باشید این بهتر میشه اگر پیشروی ما بیشتر میشه. برای مردم گفتنی هستم که بیاید یک دستگیری کنیم بیاید تلاش کنیم که دستگیری کنیم لایک ها را گذاریم پدیلیت کنیم. این همش از اکا اصلا زویست نیست از ما و شما زویسته.
گفتن که ما خط شما باشیم با پیشرفته شما دیگه خیلی میشود. چه شما قید کردید گفتید که برای آزادی، برای آبادی، برای که هر کس خواهد تجارت خوب، هر کس خواهد برای وطن دوستان خود، هر کس خواهد با فکرهای اندیشه‌های خودش در سیاست برای در تاجیکستان اشتراک کنه، مثلا در پارلمان در تاجیکستان صحبت کند. представляться کنه. برای همین تلاش کردن خواهند مردم بیاید همه کسا یک جمع ترجمه شدن در کل. از دست مثلا از دست یک شما هم هر یک چیز نمیاد. وقتی که ما قطعی با شما باشیم این خوبتر میشه. تکیه با شما هم کردن در کار نیست. مردم هر کس باید برنامه خودش کم قطعی برنامه خودش کنه و برومده صحبت کنه. با فکرم ما جنایت نکرده استیم، در دست ما سلاح نیست یک هستنه. در دست ما اون کس ما با جنگ دعوت نکرده استیم. ما میدونیم در دست کی سلاح، در دست کی پول است، در دست کی چی است. بیایید با عقل فکر و اندیشه خودمون کار کنیم و کم برنامه کرده برومده فکر و اندیشه‌مون گاو زنیم و عقیده‌مون کمتر بلند میروه. شخصا منم وقتش میترسیدم در اومدم که اصلا چی برنامه شما چی برنامه که نه که آیسته بو خودم دا برنامه کرده خودم دا چیست پراستو اکتیویست ادلن اکتیویست. بله تشکر برادر عزیز، برادر عزت الله تشکر. خب سلامت باشید.